بریم با هم دیگه چند تا از مدل های فراری رو ببینیم. ولی قبلش ویدیو رو لایک کن، کانالم سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. خب مدل اول GTO 250 یکی از نادرترین و گرونترین مدل ها که ازش فقط 36 دستگاه ساخته شده. مدل دوم فراری F40 یکی از سوپر اسپورت خالص و بدون تجملات. مدل بعدی فراری F50 ماشینی با موتور V12 که ازش فقط 349 دستگاه ساخته شده. مدل بعدی فراری انزو نسخه‌ای که به افتخار بنیانگذارش نامگذاری شده. فراری کالیفرنیا مدل کروک مناسب برای استفاده روزمره. مدل بعدی فراری 458 ایتالیا یکی از بهترین V8 های تنفسی طبیعی تاریخ. مدل بعدی فراری FF استیشن اسپورت و چهارچرخ محرک. فراری لافراری اولین ابرخودرو هیبریدی این برند. فراری پورتوفینو یک جی تی اسپورت و لوکس. فراری تریبیتو نمادی از نسل جدید این برند. فراری روما یک خودروی کوپه لوکس و اسپورت. فراری پورسانگوئه اولین مدل شاسی بلند فراری. فراری F12 برلینتا خودروی لوکس با موتور V12 و فوق سریع. فراری 812 سوپر فست یکی از جدیدترین و قویترین مدل های تولید شده فراری. یه مدل هم شما بگین حالا.